اوکی یکی سورا گروه چند شدی؟ 4 گروه 12 دانیال گروه 7 دیگه کی داریم؟ محمد حسین گروه 11 حریف اولتون سروشینا 11 و 12 گروه 3 چی بود اسمه؟ ارفان چی؟ ارفان حسام ترانه گروه 3 خب یک کدومت شما؟ امیر اکبری گروه 1 امیرسان گروه برنده است ها گروه 10 گروه 10 دیگه سرگروه آرش بابا چه تیمی اومده؟ یعنی برنده گروه 9 دیگه سرگروه سرگروه داریم آریا سوهیل برداشت مرتضی بیا مرتضی تیمتو بردار بیا مرتضی تیمتو بردار اللهم صل گروه 5 ماشاءالله 5 الان اینجا هست به دار داری؟ نه شما دو گروه سرگروه کیه؟ خب تو از طرف محمد برداشت شمارش مشخص شد محمد نگین آریا آقای اصیلی گروه 2 سالار گروه 2 سالار یا گروه تو بردار 2 تا مونده بله دیر میرسی تموم میشه یا امام رضا گروه آخر که میشه گروه آریا اینا احسان امیر حسین حسام اینا که نیومدن هنوز میشه گروه 6 تمام گروه 6 مون الان هنوز نیستن بقیه همه هستن درسته؟ 9 کیه؟ 9 کیه؟ شما هر 10ی؟ خیلی گروه 1 2 3 4 5 6 بله کی کدوم گروه یادش نرسیده؟ 6 گروه 6 نرسیده آره ببین یک ساده 4 هم نیست 1 2 3 4 هم نیستن منم با صدف با سوده خب پس 1 و 2 بیان 3 و 4 5 و 6 نه 7 و 8 بیان 9 و 10 بسیار خوب خیلی خوش اومدین به بازی فینال دوستانی که دارن ما رو از یوتیوب تماشا میکنن نمیدونن که این 22مین بازی این تورنمنتمونه 21 بازی رو پشت سر گذاشتیم که اونها رو ضبط نکردیم اولین تورنمنت گلیاپوچمون بود ولی فینال رو دیدیم حیفه که با شما به اشتراک نگذاریم گفتیم شما فینال رو ببینید بازی بسیار بسیار قشنگ بود و برای اولین بار به صورت 2 حذفی برگزار شد یعنی هر تیمی که 2 تا باخت داد مقابل یک تیم دیگه از مجموعه رقابت‌ها حذف شد با 12 تا تیم شروع کردیم جدول 2 قسمت بود دیگه جدول برنده ها که این تیم آقای مرتضی از در حقیقت قسمت برنده ها اومدن بالا یعنی 4 بازی پیاپی بدون باخت رو داشتن و به این مرحله رسیدن به فینال رسیدن تیم آقای سالارم از اون طرف از جدول بازنده ها بازی اولشون رو باختن ولی از اونجا به بعد دیگه همه رو بردن و در مجموعه بازنده های هر کدوم 1 باخت دار چند تا 4 تا رقیب
بازنده مثل خودشون رو هی بردن این بازنده رو تاکید بازنده از اون طرف از جدول بازنده ها اومده این بالا، یعنی کارنامه‌شون یک بازی بیشتر از این تیمه، 5 تا بازی کردن و 4 تا برد داشتن. از نظر برد هر دو تیم با 4 برد نشستن رو هم، ولی آقای سالار یه دونه باختم داده، بعداً 4 تا برد داشت. برای همین این بازی فیناله، بازی جایزه‌مون هم از تیم اول صاحب جایزه 4 میلیون تومانی میشه و تیم دوم صاحب جایزه 2 میلیون تومانی میشه و اینجوری پیش میره که بازی‌ها تا لحظه آخر قواعد همونه و 2 حذفیه. پس اگر که این بازی که الان دارید مشاهده میکنید و تیم آقای عقلمند ببره بدون باخت در مقام اول وای میسن و تیم آقای سالار با 2 تا باخت در مقام دوم. اگر برعکس اتفاق بیفته و سالارینا این بازی رو ببرن هر دو تیم 1 باخته میشن، برای همین بازی دوباره مجددا تکرار میشه. اون وقت اون بازی رو هر تیم ببره اول میشه و هر تیم ببازه دوم. باید بریم ببینیم با 1 بازی فینال جمع میشه این دوره از رقابتامون یا با 2 تا بازی. بریم سراغ بازی. بفرمایید کارتاتون رو رندوم انتخاب کنید. از بین 9 تا کارت 5 تا رو رندوم انتخاب میکنم. بازی 11 تاییه تو این مرحله. همه بازیامون 9 امتیازه بوده ولی تو این مرحله 11 امتیازیه. ماشاءالله. تو من انتخاب به کارت اعتماد نداشتم. همین عالی کن. 2 تا دیگه نمیدیم؟ چرا؟ 2 تا خالی بازی جدت ببینم مال شما بیننده ها ما راه سختی اومدیم، ما نیومدیم کارت مرسی. بریم برای شروع بازی. شیر یا خط؟ کی انتخاب میکنه؟ بفهم. آقا شما بزرگ. بفهم. شما بزرگ. بفهم. خط هم می‌خواستیم. شیر دست شماست. دوئل بفرمایید. گل. گل شما. ماشاءالله. بازی خوبی باشه. آویز. پاسپورت. گله. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار بفرمایید. ماشاءالله. دسته میاری؟ شما تا آخر دوئل کنید. به. باش بفهم. بفهم. شما خالی بزن. یه دیگه. شما جای گل دادی؟ من اون برو پوچ دارم. تو جای گل دادی؟ یه خالی بازی کوست. خانم راست گل. اوکی ماشاءالله. بله بفهم. بفهم. بفهم.
بفهم خانم شما کجا داری؟ راست اوستا دارم. راست اوستا شما کجا داری؟ منم اوستا بریم. من خانمو دارم دیگه اوستا راست کن گلو میشه ببینیم بعد اینکه من بعد از اینکه بدین آقا نشون بفرش ماشاءالله بفهم بفهم کجا داری؟ کجا داری؟ فیلینگ ندارم بهتره به نظرم، ولی برای اینکه بازیشون در بیاد چون گلو نشون نمیدن کارت اگه حذف یک دسته یه تیر رو نشون یه دست رو با پوش چرا من منظم حرف میزنی؟ من میگم شما نظرتون دیگه فیلم مردم دیگه قبلش راحت بشید عزیزم چیزی استفاده کن بله آقا شد ماشاءالله خانم خیلی خالی بازی کنم شما همه خالی بازی کنم خالی بازی کنم کجا داری؟ نداری ندارم. خانم شما چپ پوش شاید نشون بدین. چپ راستش رو واقعا بلد نیستم. خارج از کنسه نه خارج از کنسه یه موضوع نداره. بده شما ساعت پوش نمیستی پوست چپ پوش گلاب ماشاءالله سکش بله بفهم بفهم شما پر نکردی؟ با پر کردم من فکر می‌خوای بازی کنی یا نه پر بفهم الان شما پر کن شما پر کن بعد اون یه دونه پول شد نه بازی می‌خوام اون سوال چه نه پر کن شما مشکل نداره آقا من فکر کنم گفت شما فکر فرمایید من فکر کنم باید خالی بازی کنم شما اون قرار پر کردم داداش که خالی بازی کن من شما هر موقع بگی من پر می‌کنم بفرم شما خالی بازی کن اولی خالی بازی گنده دیگه نیست پر کن سر کجا داری؟ فکر کنم که با دست خالی رفتم تو خانه نه مادرم پس این یا خودشون کف میگیری؟ نه نمیشه زرخ شده
سنگ گفت. بله میدی من کارت. سنگ گفت گنجش گفت. ساعت گل. خانم شما جو فروش. شما بده اوستا رو بریم؟ شما این بده نه اون بار نیست. شما فروش. چند پس اوستا رو داشتیم. شما خالی بازی کن بود. یه دونه خالی بازی کن. یه دونه یا امام حسین. نشه پوچ گل نشه 4-0 ماشاءالله بفرمایید بزنیم من کنم ساعتشو آقا ساعت گل بله ماشاءالله بشم بری کرده بفرمایید بفهم بفهم ماشاءالله بگو بلنده اصلا نمیفهم ببخشید تو دورو میزن زیر نویس میکنن خانم شما خالی بازی کن جواب من فرق ساز شما خالی بازی من که تو اینجا موقع فکر اجابش گل دستش نیست میره شراب حساس خانم نجیبه چرا این کار کن شما خالی بازی کن آخرین خالی بازی تو هم فکر دوستا دوستا چپت گل گل آقا پنج ماشاءالله باشه یه میان فکر نباش من چند به حجابم افتادم گل دستت باشه فکر فکر شما کار دست ما داد زندگی
تو تو سوال فکر کن. آقا گفت آقا اگه گل دست شما بود گل باز نکنید واسه خدا پر کنید. شبیه بود بله این فهمید. من این تشنیدم. تا اینجا پر کردین شنو؟ نه. ماشاءالله. اسنپ گرفته اکرم میاد دنبالش. بفهم سرکار خواهم میفهم یا امام هست کجا بود؟ گل داره پس کجاست؟ آره جان گلو بده دست راست واقعا بده دست راست دید گل. چی؟ یه جور نره باشم ما حرف بزنیم و بفهم. اوه یسی واقعا نمیگی؟ نمیگی این گله سر؟ پس میگه این واقعا گفت این گله. بزنم آقا شما خیلی ساده بزنیم من دوست دارم چندی؟ تایم ما شروع شد آقا بزنیم خیلی برد من داری تا هر موقع عشقت بود شما یه بازی یه بهت میگم فرار من دیدی گلو؟ آقا من شالم افتاده از این ما بگیریم زیر این کارت قشنگی نمی بذاریم خیلی یه بازی بکن آقا شونه کردی؟ ماشاءالله ماشاءالله یه بازی دیگه آفرین سر پایین بدون سال خدا خودت کله سر بزنم فیلینگ فرج هست بزن من به فیلینگ اول حال نمومید آقای مدیر چند تا کارت می‌ذاری؟ 30 ثانیه خب همه کارتا رو با هم بذاریم نشسته بفهم. نه خب بزن کنم دیگه فراد چپ گل ببخشید کوچی چش گل رفته بفهم ساعتی فراد داد اون یکی دست بود چش
پول خرج شد ما وقت شما بفهم شما سرکار خانم شما شغلی یه ذره فراد یه زنی چپ خانم چه خانم خودتون در اونو بزنین ده نیاد دیگه چپ ولی خانم حس میکنم میدونم اون باید پوچه آفرین آفرین این هم چپ خانم داره خوش بیاد اگه گل دست شما بود نگرفت گل هم اول شو کنی ندین دوستان اوسای خالی بازی بفهم اون رد شد چونه داره میگم اینجاست جلو تو بگم شما بازیگر جلو میخوام حل کنی ای خدا فرام ماشاءالله یه بازی بود آخری نه آقا دومیش آقا اول بازی به شما میدم به لیلا میدن؟ نه لیلا تو درسته بفهم نگیر بس یه بسه خودت بازی جان؟ یه بازی بخوام شما ای خدا سرکار خانم چپ گل بریم نه از خانم خانم چی اون قلبشه کنترل جسد کلاسیکی بشید بذار میگه بعد میگم بگو سر کن نه اینا رو نداشت قبلی ها این جدیده این شاولین دوه ما تا اینجا آمد نه گل نمیافته ماشاءالله هر گل باید دست چپی بس راست زور یه بازی بکن دیدی نه اون فرده که میبینی برای لاکشونه برای هم یه دستشون لاک داره اون دسته پیش کنسش رو خوردن برای ببینی مولیا پوچیه رو زدی بذار یه لباس هم مخصوصه آقا این هم میزنم من چرا بزنم بلاکای خانمان دقت نکن یه بازی دیگه بکن فرام بازی آخره بازی آخره ما چیکار کنم رد نکنی ای خدا عشق من ساعت پوچ سرکار خانم این پوچ یا ای ترسیدم یه مقدار به خودم ترسیدم سه کدومو شما خدا رو خوش هر کدوم عشق باش پس این پوچ گله ببخشید با حتما شما ساوی بریم دیگه از کارت هشتایی هم 11 یا یکی قطع تو زمین بعد بخوام ستاشو به خودت بدم دوتای اول رد کن چشم بفهم جوونن دیگه
تو دیروز هم بودم میگم گفتم آقا یاد خوب تمام ماجراست آقا نمیشه راستتو گل بزنم بو نکنید آره راست گل پوچ راست گل نه خواستم نشون بدم چون داستان ما دیروز یه داستانی داشت همون بوده بریم معلوم بود اون وقتی نه دیروز یه ادا رو رفتیم دیگه با هم تیمی بودیم فکر کرد دارم ادا رو دارم رد شدی شد میگن رازاتو به دوستت هم نگو همینه سیسماس چه حالا جلو دوربین حرفای بازی قبل چرا یه حرف فیلم کنی وایرال میشه عمرم بابا دید به چون خودم نه چون دست قبلشم خانم دست پوچشون پس گل باشه یا این دست خودشونه یا یعنی اینا کوچه‌ها ببین میتونی بازی بگی خوبه دیگه این ستا رو پوچ کنیم گلو میگیریم اوکی بفهم برو من بازی بدید من جون میخرم با این خیلی بازی خب این کدوم بسه نه بابا واقعا راست گفت سریع بسشون شد نه بابا چی شد صبر کن شما خوش ما این گله بیفته عجوازیت هم نیست یه سنگ مفت بذارم چپ و راست خانه بزنم ناراحت میشه خیلی ناراحت میشه باش خیلی ناراحت میشه بزنم خانه دیفرنسشو پوچ میکنم چون شب باید بره خود این بازی دستمون تمام میشه اوستا شما با این یه بازی کن چشم گفتم نایت بخواه تنها جایی بازی بکن اینو من حرف شما میشه من خانم پوچ میکنم ولی یه چیزی دقت که خانم ماشاءالله همشو بازی میکنه یهو این وسط باگ خورد دقت نکرد یه باگ سیستم خورد اینجا یهو مثلا سرعتشون یهو کم شد من بهش نگفتم باگ نخورد جزء بازی راستش هم اینجوری میکنم دست اوستاس و همین دست کسی کار رو کرد من میدونم این چیزا رو میدونی یه جا رو داری درست میزنی یا دارم جون میخرم یا گل دست خودم فقط این پوچ فقط اونم پوچ خوبی؟ همه رو حالت خوبه دیگه دیدونی بر نیست اون بر اوستا باش اوستا پس این پوچ پوچه سکتر زد خب اوستای عزیزم حذف یک دست بفهم حذف یک خودتون دست کارت رو هم بدید خودتون یه دونه شما باید لیله دست حذف کن عزیزم خیلی قچی و غریب شد بس اوستاه من نمیدونم فیلینگ هست اوستاه بزن بس از خانوم بزنی هر چی من گفتم برعکسشو بزن اوستاه گل داریم بدیم گله باش ببین من خواستم اونو گل بزنم کنسم بدی ماشاءالله همینم بازی نمایشی کنیم جوون ندیدم
بفهم یه لحظه بره پایین. مشتاق رو کارتو زود نزن بذار یکم ما گله بازی کنیم. چشم راستت گل پوچا آیه گل میگه من راست پوچ کنم یه بار نشون دست علی لیلا اینجا داشت. آره اصلا خب یه رکارت استفاده نکن. نه اشتباه شیشیش بله بفهم بفهم اون نگاه دوباره به من فیک بود. بفهم خیلی هم فیک نبود. خیلی بازی کن قول میگم من کلاس بازیگر هستم میریم شما مثلا کلاس بازیگری بس کجا داری شما؟ اینجا ندارم اینو شما کجا ندارم داری؟ احتمال دست به نظرم با پوچ نرفیم برستم. نمیدونم شما کجا داری؟ من راست دوست دارم. یه بازی چشم 11 تایی آقا 11 تا با کارت ببین این گفت 11 تایی دوئل رو نذاره. این من به نظر گل از خودش نیست. نظر من با این فکت میتونه دست رفیق باشه. اگه دست آقا دارین احتمالاً اینه دست خانم هم دیگه گل میخوایم برگردیم. آره با پوچ هستم. داداش ساعت پوچ خانم یه خالی بازی کن. ماشاءالله خانم این دست پوچ چون دوستا منم پوچ چی بود؟ جا فروش گفتا این نکنش دوستا خالی بازی کن. آقا اجازه این چون بفرد جوونا ماشاءالله یه دونه نیست. یه دونه من من دوباره پوچ کن. ببینه دوباره پوچ پوچ کن پوچ کن باش کدوم پوچ بده از اوستا رد کرد این سرعت. شما کجایی از دیده؟ خانم هم میتونه باشه یه دونه پوچ بده کارت بده همون کارو میخوام کنم. کیا پوچ بده؟ خالی بازی تموم. نه یه دوستا دونه رد میکنه آره بابا ببینیم خالی بازی چی؟ خالی بازی آخرم بود. دوستا خالی بازی کرد دیگه. خب پوچه این جون خرید. من که گل اینجا دارم بس خود دوستا ندارم. پوچ بده با خیال. قربونت برم این دست پوچ کن. یه تیر کنش گل داری؟ هیچی دو تا چیزن نگاه برداشت میشه. هم میخوای بگی من گل دارم که خیلی دارم صاف و صوف وای میستم، هم میتونی بگی این دوئل دوستا که گفت دوئل زوده به نظرم خانم این دستی هم که من گفتم گل داره با اون یکی بازی کرد. نه اوستا که ما روش نبودیم یه بار نمایشی بازی کنم. من میخواستم کجا کجا داری؟ پوچ کنم. تو کجا اوستا رو نداری؟ از اول نداشتی خود دوستا اوستا پوچ پوچ آقا پوچ ماشاءالله. گل برو باید بریم ببین دیدی فکت هجا. نظر هجاب تو بگو نه آقا من بازی بریم آقا نکنه گذاشتیم خدایا بود آخرش ما ریختیم جمله در میاد تو آخر
یه بزرگی رفته بستم تو رو از دور با شما بود آقا فراد به شما ماشاءالله دیدم گفتم با پوچ بگیر ماشاءالله گل داشته باشین اینجوری بریم قطعا ساختره با همین اونجا یادش شد درستگاه شما کجایی؟ بگم اونجا رو پوچ کنم نه دوستان بابا اینا از بیگه سرخود دارم کار دست بازی کن یه شب بگیم ای خدا ماشو هیچ نفر نفرم سیسش بشه بخواهی بازی میکنم بزنم بسته تو عشقتو بده گلایی نه او سه بازی دیگه سیگار نکش بزنیم من راسته بسته رو پوچ بده بذار ادامه نمیدونم بزنیم پوچ بزنیم نه بزن اگه اینجا رو داری یه بازی بکن اصلا فراد راستت گله سوالیه یا داری نه نه لیلا پوش باشه چپ پوسته چیه؟ چپ دو چونه داره چپ این حرکت کثیف رو من باب کردم خودم هم داره حالم ازش بهم میخوره از اون دست گرفتی دادی این واقعا دست ولی برای جذابیت ویدیو باید گلو نه واقعا کار بدی کرد آره آقا حالا واسه جذابیت فیلم برداری مخاطب حساس داره بهت میگه راستت بود یه سواله ما داریم مقابله راستت گله آره ما چون رکب نداریم اگه اینا مسئوله. شما آرتیست باشید سالار کردم گلو نشون بده گلو نشون بدیم آقا شما باب کردید من نه دیگه من دستش من آره مخاطب بذاره گم میشه من که اصلا یادتو ندارم چون دوست بگیر روش آقا من این عادت باب کردم آخه تو فیلم برداری نشون ببین ما کلا توی بحث اصلا بازیش نیست مافیا بله، گل آفرین. لیلی هم باشه یه گندی توش میزنه تو باز گیر داری به من نه ولی به نظر منم نشون بدیم جذابه آقا صدای تو بزرگی کن شروع کن ان شاء الله جواب آقا اصلا یه ما گل نشون نشون بدم میدیم ما الان بگیرم نشون میدیم ما از این به بعد نشون اگه راستی گل نشون بدم بگیرم چشم بریم آقا مرتضی بهش گفتن شاکسته بخش محو بازی شدی چرا؟ کجا رو بوس بهش داداش هر چی گفت گوش بده دیده مطمئنم دیده بگو من ریسپکت بگو داره میشه من بگو پر کنم خانم بفرم
من تو رو بودیم قد فلان باشه ببینیم یه نفرم خیلی کوتاه بزن دوئل خودم آوردم دیگه من خودم زیرا رو میدیدم دوئل دیدن برو خیال راحت دوئل بود دیدم دیدی سایمون پسرم بزن سلطان کنسرت نه من تو کی کنسرت نه ولی تو کار خودتو کن من فکر کردم واقعا گل آقا دیدو شما ازش خوش اومد برو دیدی نه بس موزیک نه دیدی بازی کن کجا گل داری یک راست میگی دوستار گل دارم ندیده نه دیده بار کن ماشاءالله سه تا گل داشتم تا الان دیدی گل بودی دوربین من نمون دهانت را ببندم علی بگو کجا واسه سر گلا رو قایم کردیم 3 بار گل داشتم همون 3 باری که ندادیم اون همه دست من بود یه واسه خانم سایمون خونجش می‌کنه واسه بازی کنه امتیاز دید گفت بذار بگم تو بیقشنگ خانم بفهم خیلی داری؟ اول دوم میشم تو از دور دلم دید خانم بازم خانم بازم تمام کجایی؟ فیلینگی که چپ منه نه شما اصلا نیستن جسد ماشاءالله دو تا دستم ولی بعد نگاهتون کردی بسا راست کن پوچه چپ بود بله جذابیت بصری دوستا رو دادم گلو من میگم برداشتم گلو بعد به من چپ چپ نگاه کرد چجوری گل نهیده بودی نه داشت میافتاد برداشتم میشه من تو دوربین ببینم؟ این فیلم این دوربین چند فیلم چند بوسا بود شما یا علی علی آره بله اینو گفتم هات کن داری؟ آنتون داری؟ نه بس برو کجا؟ اینجا به سایمون دوستا رو بزن آقا این فرا جان راست گل خشم ماشاءالله از گلگیر تیم ما بوسه احمد بوسه احمد جوفش اگه من تو رو بودم پوچا رو بگیری تو هر جا رو گلشی سریع بهم بگو حرفا خصوصی برو آقا بفرمایید اسم بردم که برو عقب نزدیک نیا یادگیریش هم بالاست دارم کی؟ سالا هجابا مزنه خب من ازش لگو
تیکه های مهران مدیری هم بیام فضا رو برم شد این دستیه گلوی این دست دیگه باید بفهم خواهد توش ببینیم سنجه خیلی محبوس برای سعی میکنم شاید گل نداشتن تو این حرف نیست چی صحبت نکنه خودم گوش صدا داره؟ یه سیگار سو شما میده از پوشه دو بید من احساس میکنم اگر کجا داری؟ بازی بدیم به استاد استاد بفهم خب دوه رو بزن بگیر نه زود هشتاش کجا؟ ببین من میگم اینجا نه اون تنبیلی بزن بگیر داری؟ تو هم بفهم آخری خواهی میزید داشت راستت گل بله شاگولا یه گوش صدا راست کی بود؟ راست شما بود؟ شاگولا بله شاگل چه خبر خوبی؟ انشالله که موفق باشید براتون آرزوی خوشبختی میکنم چند تا کار گذاشتی؟ چند تا سالا چی؟ چند تا کار بخوای ببری خونه؟ ما 3 تا کارت میبریم خونه‌مون هر کار چند هزار تومان هر کار 500 بیا ما 3 تا بردیم اینو ما 4 تا بریمش کنم نه شما بردیم چیزی نمیشه یافتم دومالش یه چیزی یاد بگیریم این هم نگه همی داری یا نه؟ سواقت فقط شیشه خالی و زیر نزنیم با این بدم میزنم دست فرهاد آقا اینا شویه بفهم یه بزرگی میگفت تو این شاگل خالی بازی نده شما گل کن همه رو مزد من خب راست خانون بزنم 3 بار من بدتم
این چرا شما هم تیمی بودیم قبول داری همیشه خانم شاگولا رو نگه داشته؟ ذهنیتی که پیروز میخوام لیلا بره بیرون درست قبول نداریم؟ ولی فکر نه فکر کن احتمالا چپشه میدونم شما این ذهنیت دارم چپشه بزنیم بابا در نیاد دیگه خسته ایم اما خالی بازی بدیم به خانم که نمیدم خانم به شوش نه کارت نه تلفن نه چرا نمیخوای ببریم لازم بود من فرهاد اگه آن تایم ما رو حساب کنی که خالی بازی آخه یه چیزی بگم یعنی اومد در گوش فرهاد صحبت کرد بعد بهش هم گل داد محافظه کارم بازی نه من مافیا که بازی نمی‌کنم فکتی بخوام بگیریم من نمیدونم چرا احساس کنم پیروز میدان رو خواست خب با خانم گل دست خانم بره بیرون یه دست خودت حالا یه بازی بکنی اینجور بخریم قشنگ شد بفهم چشم بیرم بود یه بازی الان میخوام بازی بدم راستش واسه من بازی خواهم یه بازی یا ابوالفضل راستش یه بازی دیگه یه بازی دیگه آخری 6 نمایی نیست خیلی شد میگم رفت دیگه آخریشه یه دونه حالا من یه بازی دیگه تموم شد آخری 5 تا رفت 6 یه سوال دارم ما خانومو تو بازی سنگین داریم چرا باید نمایشی بازی کنه که مثلا ما بگیم گل نداره بگم فکتشو چون اینجوری میکنه فکر کنی گل نداره نه گل داره پس رد نکردم خوب بودیم اگه دست خانوم باشه اگه دست خانوم باشه من اگه دست آقا باشه بزنیم چند خانوم بزن شاگل بازی رو از دست راستتون ببین شاگل بازی رو از دست راستتون ببین شاگل بازی از دست چپتون ببخشید آقا عالی بود عالی بود خب آقا مرتضی نظرت راجع به اولین تورنمنت خالص چی بود؟ بازی خیلی باحال بود ساعت بازی بچه‌ها خیلی باحال بود خیلی چسبید اصلا 7 اینجاییم 12 تا تیم بود بعد یه سبک جدید باحال 2 حذفی بود تورنمنت زیاد بازی کردیم ولی این تورنمنت 2 حذفی بود ما با 5 تا یا 6 تا تیم مختلف بازی کردیم خیلی باحال بود تجربه باحالی بود خیلی چسبید دمت گرم تبریک میگم بهتون بابت قهرمانی شما مخلصیم مبارکتون باشه مخلصیم قربون شما همونطوری بی باخت همونطوری که یک شخص مقصر نمیشد 4 هم مقصر نمیشه عکس تیمی هست ماشاءالله آقا سالار نظرت راجع به اولین تورنمنت خالص چی بود؟ آقا خیلی خوب بود خیلی خوب بود تورنمنتی بود که برگزار کردیم از طرف ولی چیز بود دیگه اولین بازی بوده شکم صحیح و غلط داشتیم تو بازی ولی بازی عالی بود نظرت راجع به این 2 حذفی بودن چی بود؟ 2 حذفی بودنه خوبه ولی دیگه خوبه دیگه ولی خوبه ولی نه اینجوری تیمایی هم که دیگه 2 تا جا چرا نداره یکی ارتش یکی خالص تیمایی هم که این 2 تا جا اینجوری تیمایی هم که یه دونه باخت دارن امیدشون بیشتره آره خوبه ولی من فکر فینالو فقط به نظرم فینال باید تک بازی بشه یه بازی رو ببرن دیگه تو فیناله دیگه اونا استراحت خورن اینا نخورن فینال به نظرم تک بازی بشه ولی باز اینم خیلی قشنگه چون هستی که دوباره به بازی چند سه صبح نباشه عالی بود آقا دستتون در نکنه آقا از دستش هم دارشون شما عالی بود مبارک باشه بیا این بعد آره بیا اینجا علی تو خیلی